تسلیحات اشکار یمن. دقت، گام‌های پایدار، هزاران نفر در یک چشم ساعت. و این ارتش قوی‌تر یمن است که پایه‌های خود را حفظ کرده و هویت خود را حفظ کرده است. با قرشی که در نهمین سالگرد انقلاب 21 سپتامبر به وقوع می‌تافروزند. چشمها به سمت اسمان یمن باز می‌شود تا شاهد اولین پرواز هواپیماهای جنگی باشیم. در مورد زمین، نیروهای مسلح قرش مین‌ها، موشک‌ها، رادارها و دفاع خود را دور انداختند. موشک‌های ضد هوایی، وسایل نقلیه حمله و شناسایی. نمایش نظامی برای پیام‌های سیاسی و نظامی به طول انجامید. برخلاف انتظارات کشورهای میزبان، دولت صنعا در طول این کشور از این فرصت برای توسعه مهارت‌های نیروهای خود و تقویت توانایی‌های دفاعی خود استفاده کرد. آمادگی خود را ثابت کرد، به جبهه داخلی خود پایبند بود و بر خواسته‌های خود برای صلحی شرافتمندانه که حقوق یمنی‌ها را تضمین می‌کند. یمن می‌خواهد یک کشور ناتوان باشد، منوط به تصمیم گیری، زیر دست. اما از این موضوع دست کشیدند. انقلاب که کشور و عبادت را از زمان قیمومیت به دوران قیمومیت آورد و قدرت است که توسط یک سقف محدود نمی شود. نه سالی که کشورهای میزبان روی اسب بازنده شرط می بندند. نتیجه یک شکست به دلیل شکست بود، در حالی که مردم یمن در سرزمین خود محکم باقی ماندند. بسیاری از آنچه که آنها داشتند، تکیه بر دو ستون، اراده و ایمان به پیروزی آینده. در مورد آن